بود که باز سرداران دیگر دهه‌ها را فریب کرده است. دهه‌های همسایه هم گروهی محافظان را تشکیل میکنند. دکتر نیت دارد تا ما را از ده نیست کند جناب صبا. با این عمرش کمی میکند. مرگ دکتر نزدیک است. شرف مدیا تقدیم میکند. قزبان چه شد؟ قزبان با تو میگویم. حاضر یک دقیقه الان شد. بیاید مرحمت. خونکم به ترتیب است. میبخشید تلفن کار بکند قزبان؟ ها کار بکند. من از من آمده بودی دکتر؟ برای زنگ زدن آمدم رئیس. لیکن کار نمی کند. خطای تلفن کنده شده. تلفن و کار دارم آمده است رئیس. با سربازان صحبت کردم. آنها برای بردن سینان می آیند. ها البته آمده آن سلاح دارا برند. سلامت باشد رئیس. قزبان تو را از من کسی رها نمی کند. هیچ کس میکشم. اکات راست میگوید برفین. برای بعضی چیزها کمی وقت لازم است. دیگر وقت لازم نیست. من یلمز را شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو بخبر. شرف مدیا تقدیم میکند. به خانه می رویم مادر جون. میلش دخترم می رویم. مادر مولی دارم صحبت کنند. برفین ایستا صحبت کنیم. درباره چی صحبت کنم؟ برفین من حتی با او دست نرسوندم. سبب آیله دار شدنم رو فهمیدی آخر. کمی صبر کن. یکان علاجش رو میابم برفین. با خدا میابم. دکتر یاری بیه دکتر خواهرم میمیره. با او چیکار کردی؟ با خدا من نکردم. خودش را با کار زده. خودکشی کرده. زینم دکتر طاهر دکتر التماس خواهرم را نجات چی شده ده. است؟ شرف مدیا تقدیم میکند. همیشه در نزد سینان دو سه محافظ میستند. او را نجات دادن ما غیر امکان. شرف مدیا تقدیم کار میکند. کنیم جمال. کیستی؟ منم رئیس شهباز. درو ایسید. به من نگرید. دکتر به سربازان خبر رسانده است. سربازان آمده سینان رو میبرند. راست میگویی رئیس؟ ها همینطور. سینان را رها کردن لازم است. فهمو؟
یلماز تو اون طرفیست. یلماز مرا تنها نگذار. مرا ترک نکن. مرا ترک نکن. مرا ترک نکن یلماز. یلماز مرا ترک نکن. ترک نکن. مرا ترک نکن. یلماز. یلماز. مرا تنها نگذار. مرا تنها نگذار. برفین تو به کجا می روی؟ به خانه می روم مادر جان. زیقیم را می برارم. برادر خوب هستی؟ چی شد برادر؟ برادر خوب هستی؟ چی شد؟ چی شد با تو ها؟ خوب هستی؟ کیست؟ سینان ایتن بیا. کجا شدید ها؟ کجا شدید؟ این طرف گذار. با دشواری زیاد آمده. چی فکر میکنی به آبی کلان در آمدن آسان است؟ قریبه مرا پارا میکردن ها. رفتید. زودتر حاضر محافظان میآیند. زودتر فیلمان شوید. صدای تیر است. گورسته بچه ها ایستر. یلماز دوید. پسرم صدای تیر است. برفینم رفت. مالو یکان چیز نشود. هیچ چیز نمیشود. شما آروم شوید. این سینان است. نگریزه. ایستر. نگریزه. نگریزه. ایستر. چی گفت شد مراد؟ بدوم افتادیم. سینان رو گریزاندیم. چی؟ با منه رفته. زبون ایست. صدای تیر میآید. ایست. زبون. چی شد اکه یلماز؟ سینان را گریزاندند. سینانی به ناموس گریختن؟ شما برآمدگاه دیه را دارید. شما باشد خانه به خانه سینان را کابید. برادران یلماز خودتان را بیهوده از آن ندهید. با خدا سرگردان نشوید. برای چی؟ سینان گریخته رفت. شما از کجا میدانید؟ اما که فهمید؟ تا برآمدگاه دیه از پسشان رفتم. پروندم اما آن به ناموس گریخته رفت. این چه خیل شد؟ چه خیل سینان را از دستمان رها کردیم؟ خیر همین خیل شد پسرم. برفین. خدایا این دختر در کجاست؟ کاش یگان نامعقولیه نکند. احوالش چه خیل است؟ طاهر احوالش خوب است؟ جهت بشم. زیلم با تقدیر بوده است. کرد با جوی خانگی در آمده است. یگان اعضایش ضرر ندیده است. انشاءالله بخیر است. صد شکر. تشکر دکتر. یلماز صدای تیر از کجا برآمد؟ طاهر سینان را گریزاندند. چطور یلماز؟ و پاسبانان دام گذاشتند. خائنان به سلاحداران کمک کردند.
راست دکتر او را آمده گریزاندم. این طور شدنش بدین هم معلوم بود. کاش در میدان ده هم میآویختید. اگر این طور میشود به دولت چی جواب با میدید؟ خود و کار تمام میشد رئیس. رفتیم آقای حامد، جاهلانه گم نزنید. شاید با استفاده سینان مسئله سلاحداران منطقه را حل بکردیم. او برای ما خیلی مهم بود. اتک خماندان می آید. سینان در کجاست؟ سینان را رها کردیم اما امایش چی زنتین؟ زود باش. زودتر زودتر. کمی ایستا نجون. گفزن پایم درد گفزن سوختم. گفزن حالا عذاب تو نو شروع می شود. تو را چنان عذاب میدهم که گفزن عبدالله گفزن. حامد بیا مصلحت کنیم. شاید با من گوش میکنیم. با تو چی مصلحت میکنم؟ چی مصلحت میکنم؟ من پدری معلمه هستم. پدرش هستم. این همو بیمار بود. روزهایی به شمارش مانده بود. نمی‌دانست تا روزهای آخرش رو در خانه‌اش گذراند. با عجله خودش بمیرد. از زینبی من چی میخواستی؟ ابله؟ چی میخواستی ابله؟ اکنون تو را کی رها میکند ابله؟ تو را کی رها میکند؟ از دست من تو را کی رها میکند؟ از مرد تو را کی نجات میدهد؟ گفزن به سربازان تسلیم کن. جزایان را بینم. بله سینا، تو را تسلیم میکنم اما با سربازان نه. در این ده چندین نفرها را قربان کرده ای سینان بیناموس. آنها را جمع میکنم، آنها را سنگسار میکنم. من استراحت کرده تماشا میکنم. سینان بیناموس همینطور نه؟ بیناموس. یلماز همین جایم زیلن. خوب هستی؟ انشاءالله صحت میشوی. من بمیرم. تو وقتی من زندم تو بدبخت و ناراحت میگردی. زیلن این طور نگوی. برفی تو را دوست می‌دارد. تو هم او را دوست می‌داری. با او خوشبخت شو. به این هم وقت تو میروی اکا مرا زنده نمیموند. خوبش همین طور بمیرم. زیلان بس اصاب خودت را مانده نکن. بیا کمی استراحت کن. یلماز بیا بیرون برو. زیلان باید استراحت کنم. طاهر من چیکار میکنم؟ این کارو چطور حل میکنیم؟ حاضر میکفم. یلماز آرام شو. انشالله یگان راهش رو میابیم. اول زیلان رو به خانه بریم. در اینجا ماندنش ضرور نیست. مایلش طاهر. بیزارم برفی نیست.
چطور؟ در خونه هم نیست؟ رفته دیدم پسرم نیست. همه جور رو دیدم نیست. و کجا می روی یلمز؟ آن به ناموس در این دهه چکارهایی نکرده است. با گناه آن خائن از هر خانه یک جسد برآمده است. یک جسد، میفهمید؟ بله درست میگوید. اکنون وقت قصاص آمد. هر کی از سینان قصاصش را گرفتن میخواهد با من بیاید. هر کی نمیآید دهانش را نگاه دارم. من میرم. میرم. برفین در خونه که بیمار میشوی بیا به خانه برویم. به نزد همسرت روی یلمز. او رو تنها نگذار. برفین تو درمان دلی تو هر دو چاوه لوری 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 کام تو درمان دلی تو رونیا چاوه یلمز زیلان رو باید به خانه بریم. تو هر دو چاوه لوری کامن لوری کامن لوری کامن تو درمان دل منی. گوش کنید رفیقان، گوش کنید. کمی گپ زن همین به ناموس مادر تو را نکشته بود. بله امک امید. گوش کنید، در ده شخصی هست که از دست این خائن ضرر ندیده باشد. جزای آن خائن را مردم آب کلان میدهد. جزای کی را میدهید؟ جزای سینان را خزمان. آن خائن مرا در کوه عذاب‌های زیاد داده بود. اگر نمیگریخت جزایش رو میدادم. سینان نگریخته است. در داخل خانه امک امید است. همین خیل. گوش کن کزبان، تو هم با کسی نگوی میلش. نه با کسی نمیگوی. نمیگویم. میرویم. کمی راه گردید برادران. رفتیم. جزایش رو میدادم. خوبی های تو رو گردانده نمیتونم یلمز.
برای حیاتت را معاف کردنم مرا ببخش. اکنون تمام زیلان، تمام. بس است زیلان. با کجا می روی؟ می آیم زیلان، خواطر نشو. می آیم. بخیر است قزبان، چی کار میکنی؟ هیچ، یک چوب خوب میکوبم. چوب را چی کار میکنی؟ با جنگ میروی؟ از کجا فهمیدی؟ مگر جنگ کردن با تو میزیبد قزبان؟ نه این از آن جنگ های گفتگیت نیست دیلا. این چوبی در دستم بوده رو در سج یک بیرونوس میشکنم. همه را عذاب داده است. شاید بابای تو را هم کشته باشد. تو در باره کی میگویی قزبان؟ گپ زن قزبان. سینون حالا او در کجاست؟ نه من نمیگویم. کنی رو گشتم؟ بیایید از پس من بیایید. اکنون روز حساب کتاب رسید سینان. صدای همه این جفاهای به این ده کارتات رو میگیری سینان. حساب همه این کارهایت رو میدهی. برای چی ابم را کشتی خواهی؟ برادران آنچه من کردم شما نکنید. به من رحم کنید. مرا نکشید. چی بودن رحم کردن رو خودت میدونستی؟ حالا باشد ما به تو رحم کنیم؟ به تو رحم کنیم؟ ای ایستا از برای خدا مرا سر بیر. چی گپ است؟ چی شد دیلا؟ سینون گریخته است. مردم او را کشتن میخواهند. قزبان جوش را میدوند اما نمیگوید. ایستا دیلا. قزبانی که من میشناسم دختری خوب است. برای همین قزبان رو دوست میدارم. سینون در آخر خانه اما که امید است. ای من چی گفتم؟ ایستد سینون ما رو بشنوی سینون. بیایید کمک کنید. بیایید زودتر. بیایید با من زودتر کمک کنید. زودتر کمک کنید. زودتر باشه. زودتر این کار رو شما تشکیل کردید. اما که امید برای زینب کردم نگویید.
زینب شخصی بود که به کسی ضرر نمی‌رساند. مگر تلاشی او برای همین نبود؟ زینب پدرش رو چنین دیدن نمیخواست. چرا؟ طاهر نخود سینان از دمی مرگ نجات یافت رئیس. کاش میمود. با سینان چی شده است؟ مردم خرید سینان را میکشتند. آن دختر او را رها کرده است. سینان حالا در کجاست؟ سینان را به نقطه تیبی بردند. او در حمایه دکتر است. پاتند قماندان. اکنون به گپی من خوب گوش کن رئیس. در نزد سینان نگرد. به 10 نفره را میفرستم. این آدم اگر در نقطه تیبی مادرش را هم بیند میکشد. فرما. چی؟ یعنی سینان رو میکشی؟ مایلش من به نقطه تیبی نمیروم. مایلش دهانم رو نگاه میدارم. یا خدا در شما اینجا تلخم را کفاندیه؟ سینون رو تشکیلات میکشد پدر؟ با ما چی؟ چی کاری خواهان کردن گیرن؟ رو از اینجا طاهر و دیلو در نقطه تیبی هند. باید خبردار کنم. صبر کن کانی با منده میگویم این کار درست نیست بازن قماندان. اگر در قرارگاه فهمن چی؟ نمیفهمند. در قرارگاه خبردار نمیشوند. فکر میکنند که سینان را محافظان کشتند. شما چیکار میکنید پدر؟ چیکار میکنم؟ تو برای خبر کشد جزا میگیری. از طرفهایی کشانم گذاراندی. کلی به خبر دارم. درو اخلاقی با جاش اومد باید بیر برایی. درو شاید خاطر باز دیلا و دکتر رو نکشد. امان شد با تو چی؟ از این پس با هیچ کجا نمیرایی. درو شاید آخی. برای او رو به چنین احوال رساندن سبب‌های زیادی هست. میدونم خطاست، اما کاش زنده ماند هم گفته نمیتوانم. بعد اون چیزهایی را که به سر می آورد چنین فکر کردن طبیعی است. شما چی آقای طاهر؟ چطور تحمل کرده میتوانید؟ دیلا بیاشین. آسان نیست. مشکل است دیلا. آخر او دوست داشتم زینب را کشت، اما با این مجبورم دیلا. خیر من به نزد مادرم میروم. تو حال با برفین صحبت نکردم. مایلش خوب. مایلش آقای طاهر. سلامت باش. برفی
یلمس آمده است. با تو صحبت کردن میخواهد. با کسی گپ زدن نمیخواهم مادر جان. برفین، یلمس بیا پسرم، گذر. با من هر کاری کنی حق داری برفین. و تو چیزی گفتن نمیتوانم. لیکن آخر من رو فهم، دست و پایم بسته است. چی کار کردنم رو نمیدانم. از تو یک خواهش دارم، با من فرصت ده برفین. احوال همسرت رو دیدم، احوالش رو میدونم. او رو غمگین نکن. رفت، از دستم یگون کار نمیآید. اما دانسته باش که دیگر برای من بازگشت نداری. بیهوده خودت را ماندن نکن یلمس. شاید این نصیبی ما است. من قبول کردم، تو هم قبول بکن. برفین. یلمس خاموش. از برای خدا دیگر یکون گپ نگوی. یلمس چی شد؟ تمام. مرا خوب فهمیدی؟ در نقطه تیبی همراه سینان کسی را که دیدی میکشی. فهمیدم باتم قماندان. پس از خوزن کنی رو. سینان یبله، انا همین طور همراه تو دختر و همشیره هم. دلا همشیره، مرا نگاه بین میکنی؟ خودت را چطور حس میکنی سینان؟ به خدا بعد از دیدن تو بعد هم باشم خوب میشوم. اندیشه کرده گپ زن. مرا نادرست نفهم دیلا. یعنی به من کمک کرده، صاحبم کردی، برای همین گفتم. باید این دارو رو بنوشی. اکنون فهمیدم که تو برای چی دختر را دوست میداری. چه میگویی سینان؟ التماس خاموش. یا اینکه دروغ میگویم. ورا نکش گفته برای در کار ماندن راضی شدی. سبب دختر را دوست داشتنت را فهمیدم دیلا. چون که این هم مثل تو هست، در دلش کینه و بدبینی نیست. انسان خوب است.
که مرا نکشند با سینان شرم‌آمد است و در کوه مانده است. این کیست؟ اسلحه ایمون نیست. باری اول میبینم. این صدای چیست؟ من زمان ونحن عم نشتغل على تفريق الناس، وهذا هو الشيء اللي ساعدنا وخلى الشعب يعيش بحالة من التخلف الثقافي والاجتماعي والاقتصادي. بس المشكلة اللي عم نتعرض لها حاليا هي انه كل هالاساليب اللي كنا عم نستخدمها صارت وراء رابحة بايدين اعدائنا عم يحاربونا فيها، ولا تنسوا الضغوطات الخارجية اللي عم نتعرض لها. سيدي، في موضوع مهم لازم ننتبه عليه، وهو إسكات الناس اللي كانت عم تشتغل معنا وتركتنا. نحن قدرنا نسكتهم هالفترة، بس ما بنضمن يبقوا ساكتين طول العمر. ومثل ما بتعرفوا، إذا حدا من هالأشخاص تمرد علينا فرح تكون مشكلتنا كبيرة، خصوصا قدام الرأي العام وقدام وسائل الإعلام كمان. من زمان ونحن عم نشتغل على تفريق الناس، وهذا هو الشيء اللي ساعدنا وخلى الشعب يعيش بحالة من التخلف الثقافي والاجتماعي والاقتصادي. بس المشكلة اللي عم نتعرض لها حاليا هي انه كل هالاساليب اللي كنا عم نستخدمها صارت وراء رابحة بايدين اعدائنا عم يحاربونا فيها، ولا تنسوا الضغوطات الخارجية اللي عم نتعرض لها. سيدي، في موضوع مهم لازم ننتبه عليه، وهو إسكات الناس اللي كانت عم تشتغل معنا وتركتنا. نحن قدرنا نسكتهم هالفترة، بس ما بنضمن يبقوا ساكتين طول العمر. ومثل ما بتعرفوا، إذا حدا من هالأشخاص تمرد علينا فرح تكون مشكلتنا كبيرة، خصوصا قدام الرأي العام وقدام وسائل الإعلام كمان. فعلا معك حق، هدول الناس هن مثل الصندوق الأسود بالنسبة للدولة، لأنه إذا أي واحد منهم حكى اللي بيعرفه فرح تنفضح كل مخططاتنا وكل العمليات القديمة يلي عملناها، وأكيد ما في داعي إلكن شو رح تكون النتائج. سيدي، إذا ما قدرنا نوقف هالتطورات الخطيرة اللي عم بتصير حوالينا، وخصوصا موضوع قضية العصر، فرح نكون بحالة صعبة كتير، ورح نصير بمواجهة جبهتين محاسبين حسابهم بهالفترة. يعني التحقيقات اللي عم يلاحقونا فيها محبي الوطن من طرف، والمشاكل الداخلية اللي عم تكبر بتنظيماتنا من طرف تاني كمان. بالاجتماعات السابقة اتفقنا على اتباع سياسات جديدة تبعد الحزب الحاكم عن العلاقات الخارجية مع الغرب والشرق بنفس الوقت، بس للأسف تفاجأنا بتطورات محاسبين حسابها أبدا. مع ذلك أنا برأيي صار لازم نعيد أحداث 6 و7 أيلول اللي صارت من زمان وهزت أرجاء الدولة كلها، ونشعل البلد مرة تانية. صحيح، فكرة كتير ممتازة. دائما بتتفوق علينا بذكائك وبتبهرنا باقتراحاتك المهمة. أنا موافق كتير على الفكرة، خصوصا أنه بهيك بلد ممكن العدو يتحول لصديق عزيز بفترة قياسية. وطبعا هالشي إما بالمصاري أو عن طريق رجالنا المنتشرين بالحكومة. ومثل ما بتتذكروا الأزمات الماضية ساعدتنا كتير، وصار لازم نعمل شي بيشبهها حاليا، مثل أزمة الراهب يلي بتعرفوه، وجريمة الصحفي الأرمني اللي انقتل على إيدين الأتراك المتشددين. هالخطة رح تفيدنا كتير، بس ليش ما تخلونا هالمرة نبلش من الموضوع الأهم وهو الطوائف. لازم نعمل نعرات طائفية تغير مجريات الأحداث بالبلد، وهالشي ممكن يكون إما عن طريق اغتيال رجال الأعمال أو رجال الدين التابعين للأقليات. وبتوقع أنه هالفتن رح يكون تأثيرها كبير على الحكومة. إذا قدرنا نطبق هالخطط بأسرع وقت ممكن فرح نحط الحكومة بوضع صعب،
وممكن يضطروا وقت لفتح الطريق قدام الأحزاب الدينية، وبالتالي رح تنفتح قدامنا آفاق كبيرة ترجع كفتنا بالبلد، ورح نقدر وقتها نرجع قضية العصر على الواجهة الإعلامية ونعوض خسارتنا. سيدي نحن هلأ ما خلصنا من موضوع الانتخابات، لأنه حاليا عم نعمل اجتماعات مع الرجال اللي تخلت عنهم الدولة، وعم نحاول نجرهم لطرفنا لحتى يساعدونا بالأيام الجاية. والمعلومات اللي عم ناخدها منهم بهالفترة معلومات مهمة كتير، ورح تكون ورقة رابحة بإيدنا. مشان هيك أنا بأكد لك بأنه الظروف رح تكون مختلفة تماما بالانتخابات القادمة. التنظيم اللي أسسناه سنة 1978 نشر الرعب والخوف بين الشعب والقادة، بس بهالفترة الأخيرة تبدل هذا الرعب لسلام انتشر بين الكل، خصوصا بعد الحملة القوية على التعليم والوعي العام بالبلد. والعلاقات اللي صارت مع الدول الغربية تركت انطباعات مو منيحة عن تنظيمنا، بالتالي فشلت أغلب المخططات. يا جماعة ما لازم نتنازل عن مشروعنا بهالسهولة. هذا المشروع بدأ من زمان ولازم يكمل، وبعدين المخططات اللي حاطينها للأيام الجاية ممكن تمكننا من السيطرة على المنطقة الممتدة بين القوقاز ولواء اسكندرون وصحراء بصرة، وهذا الشي رح يخلينا نسيطر على أهم موقع بيطل على 3 بحور. وطبعا ما لازم ننسى الثروات الموجودة هنيك، إن كان بترول أو مياه جوفية أو ثروات باطنية تانية. مشان هيك لازم نشتغل على الموضوع أكتر من قبل، لأنه هذا هو هدفنا الأعلى مثل ما بتعرفوا. الظروف اللي عم نتعرض لها حاليا عم تخلينا نتمهل بكل خطوة عم نعملها. لا تنسوا انه نحن من زمان كنا باسطين سيطرتنا على المنطقة كلها عن طريق قضية العصر وعن طريق الإعلام يلي نشر يلي بدنا اياه، بس بنفس الوقت ظهرت جبهات تانية قدامنا مثل محبي الوطن وغيرهم، صاروا يرفعوا شعارات المحبة والأخوة والسلام، وهدول هن يلي سببوا لنا أكثر من أزمة بالمنطقة، لأنهم بفترة قصيرة كسبوا محبة الأهالي وقدروا يجروا ناحية التعليم والوعي. يا جماعة نحن استسهلنا كتير بموضوع الإرهاب، مع أنه المفروض يكون هو اهتمامنا الأول بهالفترة، لأنه هو أهم سلاح بالحرب النفسية اللي عم نتبعها على الحكومة والشعب. ومثل ما شفنا كلنا الحرب الدبلوماسية ما كانت عم تجيب النتائج المطلوبة، بينما العمليات الإرهابية اللي كنا نعملها كانت تخسر الحكومة مبالغ كبيرة بتكفي لتنهي أكبر التنظيمات بالعالم. الإرهاب حول المنطقة لبركان ثائر، يعني باختصار الإرهاب هو أقوى سلاح بإيدينا وما لازم نهمله مثل ما عملنا بالفترة السابقة. نگاه داره دورو خوب هستی سینون؟ خوبم دکتر. دلا خوب هستی؟ سخت ترسیدم. آقای طاهر ایستا با هیچ کجا نمیروی سینون. میپرانی ها؟ با این احوال دور رفتن نمیتونی. تو بلای جانی من شدی دکتر.
Ağır ketiye dilim Xavnake ve çavim Şmatijmin dur keti Bejeron ya çavim Rındamın gevramın Çend salel benda temme Vele çend salel benda temme Vele çend salel benda temme در اینجا چیکار میکنی؟ برفین گوش کن با تو گپ دارم همین قدر عذاب‌های دادت بس نیست مگر باز چی میخواهی؟ چی گفتن میخواهی؟ گوش کن برفین تو حالا هم همسری من هستی چیزی تغییر نیافته است از این زیادش میشود مگر یوم است در خونه‌ات یک زنی دیگر میگردد این کم است مگر؟ برفین از پاشا فیل نساز با تو بارها گفتم فهماندم به خونه‌مون برگرد همه چیز مثل پیشتر میشود البته زیلم برایت کمی میکند باز برفین را میخواهی؟ برفین مثل کودکان رفتار نکن بس است اکنون بس تو رو دیدن نمیخواهم از تو نفرت دارم رفت از اینجا رفت چیکار میکنی دخترم به خدای رفت دیگر به اینجا نیا مایلش برفین بگذار گفته ای تو شود وظیفه نوبتیت به قدر رساندن این شخص است آخر او دکتر دهه آبی کلان طاهیر دکتر با مردم خدمت میکند بر ضد تشکیلات مبارزه میبرد همه همین طور فکر میکنند اما در اصل این طور نیست یعنی چه؟ حاج شکر را در خاطر داری؟ آن خواهی وطن را من کشته بودم دکتر طاهیر هم مثل او یکی از خائنان و جاسوسان وطن است تنها یک فرقیت دارد از دیگران خطرناکتر است چه خطرناک؟ با زمانی در اطرافش بوده نیتی به دولت ضربه زدن را دارد وظیفه ما پیش راهی او را گرفتن است چتین از این پس همراهی چتین کار میکنی او سرداری تو میشود چه کار و چه خیل کردنت را او به تو میفهماند فهمیدی؟ فهمیدم حالا باشد از پسی کار شوید در کوتاه‌ترین مدت خبری مرگ دکتر طاهیر را شنیدن میخواهم او را مرده فکر کنید اکنون را سلامت باش دیلا مرا نجات دادی خدا شفا دهد سینان تشکر دیلا سینان نفری که قصد جانت را کرد از آدمان تشکیلات بوده میتور نه؟ نه این کاری تشکیلات نیست تو من بعد از سربازان هفتم تشکیلات این کارا نمی کند این کاری باطنی خائن است برای مرا به قتل رساندن همه کار را می کند
او رو نپرانده گریخته آمدی. چه علاج باتن؟ این دفعه نشد، دفعه دیگر. دفعه دیگر نمی شود. او رو در یگان گذرگاه پرتافته در زیر جسدش می نگذارید. از خودش فایده نرسید، خلال از جسدش فایده رسد. برید! زود به من یک بمب یا بایتین. بمب را چیکار میکنی باتن قماندان؟ نقطه تیبی رو به خاک یکسان میکنم. دیلا چی شد؟ دستم رو بریدم. بیا کمک کنم. از فداکاری برای من کردت خبر دارم. تشکر زیاد دیلا. کدام فداکاریم آقای طاهر؟ با سینان شرطنامه بستنت رو میدونم. من شما رو نمیفهمم آقای طاهر. با سینان گپ زدنت رو شنیدم دیلا. من یگان خیل شرطنامه نبستم. شاید نادرست شنیده باشید. یلماز چی خیل است؟ همان خیل. چرا این طور کردم؟ چرا؟ دخترم بس است اکنون. خودت را عذاب ندی. نباید با او جنگ میکردم. کاری خوب نکردم. پشتش را گردانده رفت. رفته عذر میپرسم. شما باید مادر جان چیکار کنم؟ چیکار کنم مادر؟ آرام شو دخترم. اول آرام شو. لیکن او هم سزاوار بود. نه مادر جان، رفته عذر میپرسم. کی میداند او در چه حال است؟ رفته عذر میپرسم. دخترم حالا احوالت خوب نیست. اول کمی استراحت بکن، بعد به نزدش میروی. نه مادر جان، میروم. شاید حالا در مکتب باشد. شاید دخترم. خدایا التماس به ما کمک کن.
اکا دست تمام شد. بله بچه ها می توانید روید. وظیفه خانگی را اجرا کرده بیایید. فهمیده؟ خوب هستی یلمز؟ خوبم زیلان. از چشم اوب گرفتم لیکن برده نتوانستم. گفتم شاید تو به من کمک میکنی. البته زیلان، البته کمک میکنم. زیلان از حضور او رو زیلان میگویی ها؟ یلمز خوهین من باشم به نزدش برای عذرخواهی آمدم. اوه منی به عقل. برفین؟ اکا یشار؟ بله منم یشار. حیران شدی برفین؟ چند وقت باز نبودید خوش آمدید. خوش باشی. در شهر بودم برای کار رفتم. دودرم رو همراه هم گرفته آوردم. سلیم رو شناختی؟ شناختم اکا یشار. تو از پسر دیده زیباتر شده ای برفین. من کمی سر و سیمم باید روم. خیلی نقصم برفین. برفین ای سلیم تو چه کار میکنی؟ برفین رو هیچ فراموش کرده نمیتوانم. گوش کن از شوهرش جدا شده باشد هم حالا هم مایله دار است. از شوهرش جدا گفتید؟ رفتیم. برفین چی شد باز چرا گریه میکنی دخترم؟ نشد مادر جون. گرد زده نتوانستم اون حالکه مثل زن و شوهر شدند. برفین از برای خدا اول کمی آرام شو به خود آی. خوب فکر کن. و چی رو دیدی که این طور میگویی؟ شاید ندرست فهمیدی. شاید خطا کردی. نمیدونم شاید همین طور باشد لیکن دیدم آخر مادر جان گویا چند سال است که زن و شوهر باشند. دخترم هوا تاریک نشده رفته کوزه را پوری آب کرده بیار. قهرت هم پست می شود. بعد یکان چیز فکر می کنیم. مالش مادر جان. خوش آمدید. خوش باشی طاهر. خوش باشی دکتر. چیکار کردی فؤاد؟ یگان مشکلی نبرآمد؟ نه طاهر. دیگر دهه ها هم دسته محافظان را تشکیل کردند. آفرین فؤاد. در مدت کوتاه کاری خوبی را انجام دادی. آقای زینال هم خدمت کلان نمودند. من هم در دهه دسته محافظان را تشکیل میکنم. ما برای با سلاحداران زید برآمدن آماده ایم و با این نابکاران مبارزه میبریم. آیتن این طور نگاه کردن نیست تو. زودتر تیر را به اسلحه جا کن. اکی دکتر با آقای فؤاد خبر خوش را نمیگوید؟ راست. فؤاد دیلوبادیها برگشت. وزیر در درون است. دیلوبادیها برگشت؟ وطن قماندان بهترش باری دیگر فکر کن. پیشوا هم راضی نمی شود. وقتهای آخر نمی خواهد که به مکتب، مسجد و نقطه طبی ضرر رسد. غیر از این از فرمانهای آخرین خبرداری. این گپ ها رو یک سو گذار. ما جنگاوریم. نباید به این گونه چیزها اهمیت دهیم. همین که دکتر بدرون درآید
نقطه تیبی را به خاک یکسان میکنم. طاهر گفت لیکن باور نکردم. خدا را شکر صحت و سلامت برگشتی. چه حال دارید دیلا؟ خوبم آقای فؤاد. تو را خیلی پشیمان شدم دیلا. خانه‌دار شویمان بسیار طول کشید دیلا. یولماس هم در ده هست. اگر همکم آمده تو را خواستگاری کند میشود دیلا. زود روز توی را معین میکنیم. نمیدونم آقای فؤاد. با یولماس گپ زنید. من با یولماس گپ میزنم. دیلا با این حریف خانه‌دار میشود. در دنیا دیگر آدم نیست مگر. بله، کودکی بیچاره چند روز است که بیمار است. نمیدانیم چی کار کنیم. من یک رفته با یولماس صحبت کنم طاهر. من رفتن نبیرم را بیارم. یک بار او را میدیدی دکتر. من هم با شما رفتن میخواستم، اما تو سینان را به سربازان است برام از دیه برآمدن نمیخواهم. راست میگویی. تو همین جایی دکتر. خیر، در امانی خود. خیر روی سفید. تا بازدید بخیر. به قبرت در دکتر. گیرین را گیر. چرا این کار نمی کند؟ چرا تعمیر نکردید؟ کلنگش کار نمی کند. عزیزم چی شد با تو؟ خوب هستی؟ کمی سرم چرخ زد. راستی به نقطه تیبی میرم. نه لازم نیست. کمی استراحت کنم میگذارد. خواطر نشه. از این پس کارهای وزین نمی کنی. با تو ضرر داره. بیا رفتیم. همش با عیبی سینان او رو میکشم. تو چی کار میکنی دکتر؟ جانم برآمد آخر. سربازان در راهن سینان. خوب فکر کن. اگر اعتراف کنی تو رو میکشم سینان. میکشم. برفین گپ نمیزنم دکتر. بهوده خودت را عذاب نده. عبدالله بن نامو رزیل حیاتت را سوزاندی. تو را میکشم تو رو. اما ما رو به سری ما تو آوردی. با عیبی تو لباس عروسی نپوشیدم. با عیبی تو شوهرم با کسی دیگر خونه دار شد. تو از ما چی میخواستی؟ گپ زن. چرا ما رو بدبخت کردی؟ سردی دیلو. میکشم تو رو سردیت. میکشم. شین پرچه شین. برفین راست میگوید. تو بسیار خانه ها رو سوزاندی. آدمانی زیاده رو کشتی. اپام خدیجه و همسرم رو تو کشتی. من بحری دعوایمان مبارزه بردم. سینان تو حالا هم حقیقت را نمیبینی؟ دعوایی بر حقی گفتد تنها آدم کشی است. شما هموطنان بیگناه خود را به قتل میرسانید.
شما ابله‌ها بغیر از گپ زدن دیگر هیچ چیز رو نمیدونید. این دفعه تمام. شد برفین. برفین؟ تو همینجا بودی دخترم؟ ها بله به نزدیکم آمدم. چه شد خالای جلال؟ آقای مسلم این بگاهی برای خواستگاری تو آمدنی. چی شد مادر؟ این بگاه به خواستگاری دیلا می آیند. مبارک شود دیلا. تشکر زیاد آقای طاهر. چی گپ است مراد؟ بیرون از زیها زد و خور به عمل آمد. با فکرم سربازان با سلاحداران برخوردم. الان هر دویتان نباید. اما عقیده تو رفته همه را جغ زن و کمکی سربازان میروی. فهمو. بله. برفین چیکار میکنی؟ ایستو برفین. سربازان رو هیچ نیز میکنم دادن کمدان. یک تای دیگر دهید. فهمیدم بودم. حالا هم از من میترسی؟ زد و خورد رفته ایستاده است. بله. باجی یعنی آقای مسلم خانه دار میشوی؟ بله خدا خواهد. این کار را نکن دیلا. کسی را که دوست میداری به همان خانه دار شو. بس کن سینون. چرا رنجیدی؟ من فقط با دوست داشتت خانه دار شو گفتم. خوشبخت شو گفتم. تو کردار نشو سینون. کاری تو نباشد. راست میگویی. کاری من نیست. میخواهم تو خوشبخت شوی. یگانه خواهشم همین است. چی شد؟ طاهر چی گپ است؟ هرانه هنگامی به دهه هجوم کردنی بازار سربازان آماده رسیدند. این بیناموس از کجا پیدا شدند؟ Halloween!
همین رایی برفین تو چیکار میکنی؟ ما را محاصره نمیکنند. بخ بر نگرده. برفین تو خوب هستی؟ برونه خودت رو احتیاط کن دیلا، احتیاط کن. زد و خورد به آخر رسید. کنی بینم باتن سینان رو برده است یا نه؟ چیکار پس پدر؟ کارا چی؟ مین بعد با کارهایی که با تو دخل ندارم بینی نخوام، فهمیدی؟ انا همین کار. بله. ها دیگر از خونه نمیبروی، از این پس در خونه میشینی، فهمیدی؟ بله فهمیدم پدر. ها اگر از خونه برایی پایت رو میشکنم، فهمیدی؟ ها بله پدر. اگر برایی پایت رو میشکنم خود رو میکشم. مونه دیه که من اسیر باشم. برفین یگان کس زخم دار نشد آقای قماندان؟ خدا را شکر کسی زخم دار نشد. در وقتش اومده. خوش آمده قماندان. خوش باشید. پسرم این سلاحداران باز از کجا پیدا شدند؟ نه؟ نیتی ترکاندن نقطه تیبی رو داشتند. با فکرم برای کشتن سینان آمده. رفته. پیچون اردو پیچون پیچون بوز خونوک نخوری، این رو من برای تو آوردم. پیچون و گردنت تشکر. حالای سخته رفتم میافتی. بوز خونوک نخوری پیچون. انا مینتا. تشکر. وی این تار میشود مگر تو محافظی برای ما شدن در سردی زمستان برای در خونوکی بیمار میشوی. این رو پیچون نه نکت پیچون. تو نباید بیمار شوی. این گردن من با تو چکار کردنم رو میدونم. دکتر باز چی نشد است ها؟ باتم برای بردن سینان آمده بود، اما با دستی خالی از اینجا. ها خوب البته کاری خوب کردید. آنها را به دهر راه ندهید. حتی یک روزمان به بلا نمیگذاردی. آقای طاهر چی شد اینا؟ سینان گریخت. ای خدا. چی گریخت؟
ای خدا زخم دار است دور رفتن نمیتواند یوم است این خواهی چطور گریخته باشد ها؟ پاسبان نگذاشت بگر در نزدش پاسبان گذاشته بودم دیلاس سینان چطور گریخت نمیدونم پاسبان روی را دور نموده گریخته است دکتر تصمیم شده همه جا رو کابید کسی نیست اینجایم بیا بسیار هم سلاح خوب است حاجتی به ده در آمدن نیست هدفت را از 1000 متر دوری نیست میکنی چی را فکر میکنی؟ یا اینکه حالا هم شبهه داری؟ به خائن بودن دکتر باوری نداری؟ من از دکتر باوری نداشتم شاید در این کار خطاگیری شده باشد گفتنیم لیکن در دست دلیل داریم در روی بودن دکتر را من به تو اثبات میکنم که چه؟ چه حال داری اکه احمد؟ خوبم آلدو خوبم خدا شفا دهد تشکر آقای دکتر میروی خدا شفا دهد اکه احمد تشکر قزبان خوش آمدی قزبان آلدو اینقدر گردن بندت زیبو است به تو زیبی دهد قزبان اگر آدم زیبا باشد هرچی پیشد به او میزیبد فهمیدم زیبی دست زیبی دست از کجا یافتی؟ چی این را به تو داد؟ چند سال شد در صندوق بخوابید لیکن ناز گرفته پوشیدم توی رو ندیده بودی قزبان؟ تو حالا همین جایی احمد را گرفته با خانهشون بودن بگذار استراحت خوش از دکتر احمد رفتیم ای دختر من با تو از خانه نبرو نگفته بودم بس کنید من محافظم آقای دکتر مرا جزدم من به تو نگفته بودم که به این کاردار نشم شما نمیخواهید که خزبان بحری ده اما خزبان بله خدمت کند و لیکن اون تنبل است خانه رو روبوچی نکرده است برای همین رو جمع میکنه هری پیش درو دختری بیا خال دکتر 2 نفر به نزد تو آمدن کی باشن رئیس به خدا من هم آنها رو نشناختم بیگانه از روی گفتهشون آوازه تو رو شنیده تو رو دیدن خواستند از قیافهشون معلوم که از شهر آمدن مایل شما ایستید من مایلش حالا اسکزبان تو را به شهر ندیم نمیمونم کمون برادر آلدو یعنی چند سال شده؟ این قدر زیبا بوده است خودت گفتی آلدو؟
خدایا توبه قزبان تو چه میگویی؟ من زن هستم مگر میبورم این طور باشد که گفته آقای الدا الکای گردن بند رو بسته ای کو؟ با خدا خیلی زیبیده رنگش هم مودش هم همه زیبیده بیشتر این الدا رو تو چیکار میکنی؟ کجا نشو؟ چی؟ الدا رو تو مگر خیلی خیلی دیوانه من باید خودم میشکنم خیلی گفتم و تو اجازه دادست که الدا من بفیم چیکار میکنی؟ اینجا بیا حالا ایست من با تو مرگم میزنم تو دیوانه خونه خوردن در کن اینجا بیا خیزبانی دیوانه جای تو دیوانه خونه نامردها همتون از یک خاک تو آقای دکتر مهمان ها همین هایند من اونها رو نمیشناسم. بیا آقایان دکتری ده همان همین کس باده های ما خوش آمدید. خوش باشد آقای دکتر. از شناسایی با شما شاده. بیایید مرحمت به درون دارید با حضور صحبت کنیم. ما با آقای دکتر تنها صحبت کردن میخواهیم. بیایید کمی سیر و گشت کنیم. با من در کدام خصوص صحبت کردنید؟ اول خودتون را معرفی کنید. گفتنیم که ما کوشش هایتان را شنیده برای دستگیری به کمک شما پول آوردیم. پول. همین قدرش کفایه؟ شما مبارزه تان را دوام دهید. قسم دیگر پول را بدتر میگیرید. پول؟ من این پول را قبول کردن نمیتوانم. برای خریدن سلاح تیر پول لازم می شود. ما برای خودمون مبارزه میبریم. بر ضد سلاحداران این را با امکانات و قدرت خودمون میکنیم. از کسی قرضدار بودن نمیخواهیم. مثل سلاحداران شدن نمیخواهیم که با پول سلاح به دست میگیرن. دکتری بی عقل. یلماز چیکار کردید؟ سینان را نیافتیم. گریخته رفته است. کاری خوب نشد. سینان را از دست دادیم. آن آدمان کی بودند طاهر؟ نمایندگان یک تشکیلاتی که به ما کمک کردند خواستند. پول آورده بودند. راست یک عالم پول بود. خوش. من پول ها رو نگرفتم. ای دکتر چرا نگرفتی؟ وقتی که پول گرفتی از تو یگان خواهش میکنن رئیس میفهمید. من از کسی مینت شنیدن نمیخوام. ای دکتر تو آدمی عصیبی. اول اون پول ها رو میگرفتی. طاهر حق است رئیس. بر عوض پول روزی حتما چیزی خواهش میکنند. نمیبینید که با سلاحداران چگونه رفتار کردند؟ راست میگویی. از کسی مینت شنیدن نمیخواهیم. ما نباید پیش کسی سرخم کنیم. ای شد بس. دیدی طاهر با خارجی ها همکاری دارد. آن آدمان باشند از تشکیلات خارجی بودند. طاهر دولت را استفاده برده در اطرافش آدم جمع میکند. یگان گروهی خود را تشکیل نموده بر ضد دولت میبراید. به ناموس، یعنی همه را فریب داده است. این گونه آدمان را جاسوس مینامند. اول دل مردم را میابند، بعد آنها را میفروشند. من به جای کارم میروم. خبری مرگ دکتر را انتظار میشوم و تو موفقیت که چه. خوب شده سردار. Ağır ketiye
برفین دخترم تو هم آمده کمک کن هیچ نباشد خراب پس لیلا از همه دوگانه نزدیکت است دخترم و خواستگاریش می آیند باید تیاری بینی تا وقتی که اون زن در اونجاست من با اون خانه نمی روم شما هم با اونجا نروید دخترم این طور نکن دیلو می رنجد مرا مجبور نکنید مادر جان مایلش خیلی که خودت خواهی مادر جان یلمز پسرم چی شد سینون را دستگیر کردی نه گریخته رفت برفین چه حال دارد خیلی که میبینی خوب است مادر جان این بیگاه ما را تنها نگذاریم یلمز پسرم نادرست نفهم شاید ما ناییم بین هم خانهتان تنگ است این طور می شود مادر جان شما هم آیله ما حساب می شوید ما بغیر از شما کسی دیگری نداریم طاهر هم به خانه می آید مایلش پسرم خیلی که خودت خواهی من دیلو را گرفته می آرم مایلش مادر جان من هم به خانه می روم به زیلان کمک می کنم دیلا یلمز برگشت سینون رو نیفتند آقای طاهر میدانم دیلا میدانم آقای طاهر این رو از زمین یفتند شاید از کیسه سینون افتاده باشد به فکرم حجت است شناسنامه سینان است سینان حتی کرد هم نبوده است نیست تو کسی ابله نگاه کرده نیست و آمده کمک کن سینان با خدا اون سینان است دوید سینان کماندان برگشت سینان کماندان آمده سینان برگشت کماندان آمده خوش آمده یا با حالم گذارید شد تمام شد سینان برگشت سینان آمد از پاس کارهایتون شوید روید سینان به تو چی شد داره داره یاری دهید اینجا میره اگر یگان کار دیگر نباشد ممکن است به خانه روم آقای طاهر برای بگاهی تیاری میبینی؟ بله آقای طاهر مالش رو دیلا تشکر به شما یگان احتیاج داری یعنی اگر از دستم آید نه تشکر آقای طاهر
من هم برای بردنی تو آمدم. مادر جان، ممکن است کمی صحبت کنیم؟ بخیر است پسرم. مادر جان، یک بار با دیلا گپ بزدید. درباره چی گپ زنم؟ گوش کنید مادر، دیلا فؤاد را دوست نمی‌دارد. در این صورت خانه‌دار شده هم حیات خودش را می‌سوزاند، هم از فؤاد را. نمیدونم برای چی این کارو میکند، لیکن باید نفری پیش راهش را گیرد. مادر جان، از دیگران دیده شما با او نزدیکترید. در این باره با او صحبت کنید، التماس با او گپ زنید مادر جان. پسرم، یا اینکه تو؟ نه، میدونم که دیلا مرا دوست می‌دارد، لیکن من حالا با این چیز تیار نیستم. من نیتی خانه‌دار شوی ندارم، لیکن با بدبختانی دیلا هم راه داده نمیتوانم. مایلش پسرم، من گپ میزنم. داری برادر؟ نه ندارم. کار شده. دیلا، ببخش مرا. استغفرالله خدای جلال. گوش کن دیلا، تو هم مثل دخترم هستی. از برفین کم نمیدانم. مرا نادرست نفهم، لیکن این کاری بازی نیست. اگر فؤاد را دوست نداری، حالا که فرصت هست رد کن. فؤاد تو را بسیار دوست می‌دارد، لیکن کی را دوست داشتنی تو را من نقص می‌دانم. گفتنیم که تا آخر نیتی با تو خانه دار شد. من خلاصم رو برآوردم خدای جلال. با فؤاد خانه دار میشوم. دیگر در خصوص آقای طاهر گپ نزنید. من با فؤاد وعده دادم و از وعدم نمیگردم. خودت میدانی دخترم، خودت میدانی. چی گفتی؟ آنها خونه دارند و برفین یولمز را نمیخواهد؟ ها همینطور. یعنی همین خلگوی دیگر با او زندگی نمیکند ها؟ ها نمیکند. چی گویم؟ عاقبت هر دویشان بخیر باشد. کنی به من گوی؟ تو چرا اینقدر میپرسی؟ هیچ، واقعه دیه را دونستن میخواهم. واقعه دیه را دونستن میخواست است. تو برفین را میخواهی، بیا من میدونسته باشم. با تو یک مکتوب دیهم و برفین میدهی؟ ها البته میبرم. با من ده. لیکن یولمز نفهمد. میبرم، مکتوب رو میبرم. تو پروا نکن. خیر خیر خیر. Dön beri de yüzün göreyim. Dön beri
خوبم. من جمع میکنم. خوب مالش. چی شد یلماز؟ با کجا میروی؟ هیچ. کمی سر و گاش کردم میام. Gel sana hayran geldi gel میدونم من نزدی برفین میروی. برفین قیزبان بخیر است؟ به خدا خوب یا بد بودنش رو نمیدونم، لیکن به تو مکتوب فرستادند. کی مکتوب رو فرستاد؟ داده یکی یشر. سلیم رو میدونی؟ چرا به من مکتوب فرستاده است؟ من از کجا دانم؟ گرفته خون؟ خدایا توبه. سلیم به تو عاشق شده است برفین؟ تو مکتوب رو خوندی؟ بله کمکش رو. خوش باز چی نوشته؟ وای چی بود؟ نوشته است که از اول به تو عاشق بوده است و به تو خورادار شدن میخواسته است. یا خدایا این آدم دیوانه است مگر نمیداند که من عائله دارم؟ البته لیکن با شوهرت زندگی نمیکنی کو، اگر خواهی جدا میشوی. قیزبان چرا اینطور نگاه میکنی؟ تا آخری اون را در نگاه یلماز میمونی. بین همه مرتوی خلق الدارا بین چیکار کرد؟ تو برای غم خودی او نمیشه پروایی تو را ندارم. نمیخوام قیزبان نمیخوام. این موضوع رو محکم کن. دیگر در این باره به کسی نگوی. التماس به یلماز هم نگوی. من فهمیدم. دیگر در این باره گپ نزن. فهمیدم. به کسی نگوی. رو اکنون رو. مایلش خوش آمدی. خوشبخت بوده است برفین. از یلماز جدا نشده در حال طلبگارش پیدا شد. باز مکتوب هم نوشته است. چه خیل مکتوب و چی ها میگوید؟ برفین مکتوب از کی آمده است؟ برفین کاره چی؟ مکتوب به من آمده است. چرا کردار میشوی؟ برفین در رو کشا. برفین گپ زن آن مکتوب را کی فرستاده است؟ مکتوب رو دادی قیزبان؟ خوش چی گفت؟ البته کمی ناز کرد نمیخواهم گفتم، لیکن بعد فکری من تو رو دوست میدارد. بی این هم از یلماز جدا شده است. دختر بیچاره رو سخت عذاب میداد. راست میگویی، انشالله گفتت راست است. تشکر زیاد قیزبان. اوی تو خم رو کفاندی الدو؟ بگذار کفت قیزبان. بخیر است الدو؟ این رو باید من از تو پرسم قیزبان. چرا با اون جوان گپ میزنی؟ اون جوانی گفتد داده یکی یشر. خاموش من کی بوده اون جوان رو نقض میدونم، اما درباره چی گپ زدنتون رو نمیدونم. در وقتی نبودنش واقعه های دیگه رو فهمیدنی شده است. از صحبت دور و درازتون معلوم هست که واقعه های خوب و بد دیگه رو یک نقل کردی. گوش کن الدو، از دستی دختران گردن بند گرفته میبندی خوب و کاری من بده؟ کنی به سوال من جواب ده؟ کنی جواب ده؟ اگر خودی خوزی رفته همون گردنبند رو پورا نکنم دوم عهدو نبوشه. حالا ببینی ایسا الدو نگرس اینجا بیا. دلا در کجایی؟ دلا تو در کجایی؟ دلا در کجایی؟ با خود بیا سینام. دلا من در کجایم؟ در قرارگاه هستی. سینان قماندان به خود آمده است. با قرارگاه میرم گفته غیب زدی. تا این وقت در کجا بودی؟ خیز ابله کسی در از همه حسابات ده. من به کسی حسابات نمیدیم با تن. اصلا تو حسابات دهی. اگر همشیره دیلا به نزدم نمیدر آمد. آدم تو
مرا میکش. دمت را گیر. تو کی هستی که مرا گوله‌گور میکنی؟ تو خودت کی هستی کنی گبزان؟ چطور تو به دستی محافظان اسیر افتادی یا اینکه با اونها همکاری میکنی؟ من خواهی نیستم پلید. سینان تو چی گفتند رو میدونی ابلهین آبکار؟ سینان تو چی گفتی؟ سینان تو چیکار میکنی؟ آتن ایسته جنگ نکنید نخون بیاید سینان